7 تا دختر یک شبه توی این روستا گم شدن. مردم این روستا 7 تا در اینجا گذاشتن به یاد اون دخترها و اسمشون رو گذاشتن 7 دختران. اینجا بندر لافته توی دل دریا با قدمتی بیش از 3000 سال که معماری این بندر از قدیم تنها یک ساخت و ساز نبوده، روایتی از همزیستی با طبیعت و دانش بومی و احترام به زمین بوده، جایی که هنوز بادگیرها نفس میکشن و کوچه های تنگش هنوز هم بوی گشته رو میده. معماری بندر لافت از قدیم خیلی خاص بوده. این جایگاهیه که هر پنجشنبه توش گشته میذاشتن که کل محله رو به واسطه کوچه ها و بادگیرها خوشبو کنن. اینجا همه چیز ریشه در اصالت داره و هنوز وقتی از کوچه پس کوچه هاش رد میشی با جومه های بلند و موسیقی سنتی مواجه میشی، چون اینجا موسیقی مثل بادگیرهاش همیشه بیداره و ازوا صدایی از جنوب برای تمام جهان. مردم لاف شغل اصلیشون تجارت و ماهیگیریه و روزی حلالشون رو از این راه به دست میارن. اگه دوست داری سرنوشت اون 7 دختر و اطلاعات بیشتری در مورد بندر تاریخی لاف داشته باشی، عدد 7 رو برام کامنت کن.